Hello guys, hope you're all doing fine and well. It's Panahi Yazdan and in this session we're going to study lesson D of unit 5 touchstone level 1. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این جلسه قراره lesson D از یونیت 5 کتاب touchstone رو با هم دیگه بررسی بکنیم. امیدوارم که توی این جلسه بتونیم مطالب خوبی رو در کنار همدیگه یاد بگیریم، تمرین بکنیم، آموزش ببینیم و اونها رو از حالت پسیو به اکتیو در بیاریم و منتقل بکنیم. پسیو و اکتیو یعنی چی؟ اول من کلماتش رو بنویسم. بچه ما هر موقع مثلا من یک مثال وکب میزنم براتون. مثلا شما یک واژه رو وقتی توی زبان انگلیسی یاد میگیرید، اون واژه در ابتدا پسیوه، یعنی توی ذهن شما هست اما شاید نتونید ازش توی مکالمه استفاده بکنید. اما وقتی اکتیو میشه که شما توانایی استفاده از اون واژه توی جای درست خودش توی زندگی واقعی رو داشته باشید. مثلا من اگر بدونم که عنوان این درس واژه اولش تکنولوژیه، من بدونم تکنولوژی معنیش چیه اما نتونم اون رو داخل جمله استفاده بکنم، پس اون واژه توی در واقع حافظه پسیو من قرار داره. اما وقتی اون رو اکتیوش میکنم به راحتی میتونم در واقع ازش استفاده بکنم. خب بریم سراغ عنوان لسن دیمون که هست Technology Addicts، یعنی در واقع معتادین به تکنولوژی. ببینید بچه ها، ما یه دونه addict داریم که به معنی معتاد، در واقع شخصی که به یه چیزی اعتیاد داره دیگه، addict. اون اس آخرش اس جمعه. یه دونه هم addiction داریم که اسمشه میشه در واقع اعتیاد. پس این پایینی اسم، نون اون بالاییه adjective، صفته، درسته؟ پس addict میشه معتاد، پایین addiction میشه اعتیاد. بسیار هم عالی. technology addicts میخواد با ما راجع به کسایی صحبت بکنه که به تکنولوژی اعتیاد خیلی زیادی دارن و از اون خیلی استفاده میکنن. قبل از این که بخوایم شروع بکنیم با پارت اول، من باز هنوز هم راجع به تاپیک میتونم صحبت بکنم. خود تکنولوژی رو بچه ها ما چجوری میتونیم تعریف بکنیم؟ اون واژه هایی رو که به ذهنتون میاد به زبان انگلیسی که مرتبط با تکنولوژی هست رو میتونید الان به من بگید. میتونید ویدیو رو پاز بکنید، چند تا واژه بگید، یا اگر دوست دارید میتونید بنویسید داخل کتابتون و کارمون رو با این موضوع ادامه بدیم. خب یکی از واژه ها سلفونه، تلفن همراه، نوعی از تکنولوژی. و این نوعی از تکنولوژی که بچه ها واژه های مرتبط با تکنولوژی رو داریم بیان میکنیم. نوعی از تکنولوژی خیلی ترکیب در واقع حرفه‌ای و جذاب و جالبی نیست. خب سلفون رو داریم، کامپیوتر رو داریم، پی سی هم که بچه ها میدونید دیگه، شنیدید احتمالاً، پی سی پرسونال کامپیوتر. ببینید این سی اختصار همین کامپیوتر هست و پی قبلش سرواژه در واقع پرسوناله، در معنی شخصی. کامپیوتر شخصی میشه پی سی. حالا دیگه چه چیزهایی رو ما میتونیم برای تکنولوژی به کار ببریم؟ مثلا میتونیم بگیم اینترنت، این هم یک واژه دیگه ای هست. مثلا میتونیم بگیم وبسایت. دیگه چی؟ مثلا میتونیم بگیم که آنلاین فارمز که بچه ها میشه در واقع گفتگوهای آنلاین. این فارم که من اینجاها نوشتم معنی یک در واقع جایی رو میده که کاربرها با هم دیگه اونجا به گفتگو میپردازن، میشه آنلاین فارم. خب این هم از این مورد که راجع به تکنولوژی با هم دیگه یه گپی داشتیم. اما الان ادامه بدیم با بخش اول. Reading. A. Read the statements about technology. Do you agree?
میگه این جملات رو، این مورد اول و دوم رو راجع به تکنولوژی بخونید و بگید آیا شما موافق هستید. Do you agree؟ موافق هستید شما؟ Tell the class. اون رو به کلاس بگید. خب بریم سراغ مورد اول. میگه که technology is great. یعنی تکنولوژی عالی هست. تکنولوژی هست عالی. It helps you keep in touch with people. اون کمک میکنه به شما در ارتباط بمونید با مردم. اوکی؟ که خب طبیعتا همین کار رو هم انجام میده دیگه. تکنولوژی اون واژه هایی رو که ما اینجا مرتبط با تکنولوژی بیان کردیم همه باعث میشه که ما بتونیم ارتباطمون رو با مردم نگه داریم و قوی تر بکنیم. حتی بریم سراغ مورد دوم. Technology is good. یعنی تکنولوژی هست خوب. But people spend too much time on their computers and cell phones. اما مردم صرف میکنن زمان خیلی زیادی روی کامپیوتر و گوشی هاشون و این باعث میشه که در واقع اون مزیت‌هاش بعضی از اوقات دیده نشه یا توجه کمتری بهشون بشه. و باز هم من به شخصه با این جمله دوم هم موافقم. I agree with it. بچه ما برای این که بگیم با یک چیزی موافق هستیم برخلاف زبان فارسی، ببینیم ما تو زبان فارسی چی میگیم؟ میگیم من موافق هستم. بچه گفتن جمله I am agree غلطه. چرا؟ چون که این فارسیه. ببین داری میگی من هستم موافق، در صورتی که بچه agree موافق بودن ترجمهشه و اصلا یک فعله بچه ها و ما اینجاها فعل رو به این صورت نمیتونیم به کار ببریم. فعل چجوری میاد؟ اینجوری میاد. بعد از فاعل خود فعل رو بنویسی و تمام. پس موافق بودن توی زبان انگلیسی اگر که برای خودمون باشه یعنی به خودمون برگرده میگیم I agree. من موافقم. اوکی؟ پس بچه این مورد بالایی رو تو ذهنتون داشته باشید که این غلطه و درستش پایینیه هست. I agree. من موافقم. خب بریم سراغ قسمت بعدی. Task B. Read the article. مقاله رو بخون. What do technology addicts do? میگه که معتادین به تکنولوژی چی کار میکنن؟ Find 6 things. 6 تا چیز رو پیدا کن. بریم سراغ باکس ریدینگ تیپ. گفته که قبل از اینکه شما آرتیکل رو بخونی before you read an article، قبل از اینکه شما یک آرتیکل رو بخونی read the title. عنوانش رو بخون. Ask yourself questions. از خودت یه سری سوال‌ها رو بپرس. For example, what is a technology diet? Do I need it? بچه دایت معنی رژیم میده. میگه what is a technology diet؟ یعنی رژیم تکنولوژی چی هست؟ Do I need it؟ آیا من بهش نیاز دارم؟ need در معنی نیاز داشتن هست. من اینجاها زیر دایت و زیر نید با رنگ آبی خط کشیدم. دایت در معنی رژیم، نید در معنی نیاز داشتن. میگه بچه‌ها هر موقع میخواین یک آرتیکل یا یک مقاله رو بخونید یا یک متن رو بخونید به عنوان اون متن دقت بکنید و سعی بکنید بر اساس اون متن از خودتون یه سری سوال بپرسید. خب و این سوال پرسیدن ها از خودتون ذهنتون رو آماده میکنه برای اینکه درک بهتری از اون متن داشته باشید و اصطلاحاً اون درک مطلب رو بهتر انجام بدید. مثلا اینجاها مقالمون در مورد چیه؟ گفته Do you need a technology diet؟ آیا شما به یک رژیم تکنولوژی نیاز دارید؟ آها خب پس من از خودم میپرسم اصلا what is a technology diet؟ رژیم تکنولوژی چیه؟ Do I need it؟ من بهش نیاز دارم؟ اصلا بچه یه سوال اساسی تر و پایه‌ای تر که ما البته قبلش با هم دیگه کار کرده بودیم این رو. اما what is technology؟ تکنولوژی چیه؟ که بعد در جواب خودمون بچه‌ها داریم سوال میپرسیم خودمون هم میتونیم جواب بدیم دیگه، یا راجبش مثلا یه تحقیقی میکنیم یه سرچی میزنیم از هوش مصنوعی کمک میگیریم. مثلا میگیم technology is a word، یک واژه است which is related to other words like cell phone
computer, personal computer, laptop, website, social media and things like that. تکنولوژی یک واژه است که مرتبط با واژه‌های دیگری است مثل موبایل، تلفن همراه، کامپیوتر شخصی، سوشال میدیا. بچه ها معنی فضای مجازی میده، اون بالا من بهش اشاره نکرده بودم، الان فقط توی صحبتام گفتم. وبسایت و چیزهای دیگری که میتونیم بگیم. پس من یه سوال اساسی تر هم راجع به تایتل این آرتیکل اضافه کردم. خب بریم سراغ متنمون. تو دل متن ما باید به این سوال هم دقت بکنیم. چرا؟ چون قراره رو جواب بدیم دیگه، یا قراره یک درکی راجع به جواب این سوال داشته باشیم. What do technology addicts do؟ کسایی که به تکنولوژی معتادن معمولا چی کار میکنن؟ چه ویژگی هایی دارن مثلا؟ خب بریم و با هم دیگه متن رو داشته باشیم. Technology is great. We text and email friends all day long, and we're always in touch with the office. Some experts say that a lot of people are now technology addicts. They spend too much time on computers and phones. So, how do you know if you have a problem? Answer these questions. If you answer yes to all of them, maybe you're a technology addict. All right. What's the first thing you do in the morning? Do you check your email and text messages? Do you ever go out with one friend and then spend time talking to a different friend on your cell phone? Do you spend a lot of time on your social network and hardly ever see your friends? Do you answer calls or texts in a movie theater? How much time do you spend online every day? Is it more than 6 hours? Technology is very useful, but if you spend all your time on your computer and your cell phone, that's not good for you or for your family or friends. Maybe you need to go on a technology diet. What does that mean? Well, enjoy breakfast with your family, use your social networking site, but meet your friends too, and do something fun together. Talk to the friend you are with now. So, give it a try. Turn off your phone just for a minute, like right now. Perfect. بچه من سعی کردم یک بار متن رو برای شما بخونم که با تلفظش همراه بشید و بتونید شما هم مثل من بخونید. قطعاً و حتماً و لزوماً این کار واجبه بر شما که انجامش بدید. یا بعد از اینکه ویدیو رو دیدید دوباره برگردید این تیکه و به صدای من زمانی که دارم میخونم متن رو گوش بدید بارها و بارها تا شما هم مسلط بشید روش، یا اینکه همین الان ویدیو رو پاز بکنید، بزنید عقب و یک بار دیگه گوش بدید و بار بعدی سعی بکنید خودتون بخونید. حالا بار بعدی که خودتون میخواید بخونید بعد خیلی نزدیک باشه به اون چیزی که من بیان کردم. اگر نیست دوباره لازمه که تکرارش بکنید تا مهارت ریدینگتون هم بهتر بشه. خب بریم با هم دیگه بررسی بکنیم جملات رو. میگه technology is great. تکنولوژی هست عالی. کلمه به کلمه ترجمه میکنم که یه خورده راحت تر باشه. بعضی جا هم ترجمه روونه رو بهتون میگم. We text and email friends all day long. یعنی ما پیام میدیم و ایمیل میزنیم به دوستامون تمام مدت روز رو. And we're always in touch with the office. و ما همیشه هستیم در تماس با دفتر. چه دفتر؟ منظورش شاید دفتر کار باشه. Some experts say that a lot of people are now technology addicts. میگه برخی متخصصین بیان میکنن که خیلی از مردم الان معتاد به تکنولوژی هستن. They spend too much time on computers and phones. آنها زمان خیلی زیادی صرف کامپیوتر و موبایل ها میکنن. So, how do you know if you have a problem? پس شما چجوری میدونی اگر که یک مشکلی داری؟ Answer these questions. به این سوال ها پاسخ بده. If you answer yes to all of them, maybe you're a technology addict. اگر که پاسخ شما بله به تمامی آنها بود، ممکنه شما
معتاد به تکنولوژی باشید. بریم سراغ سوال اول. What's the first thing you do in the morning? اولین چیزی که اول صبح انجام میدی چیه؟ Do you check your email and text messages? ایمیل و پیام‌هات رو چک میکنی؟ Do you ever go out with one friend and then spend time talking to a different friend on your cell phone? میگه آیا تا به حال با یک دوستی بیرون رفتی و بعدش زمانت رو صرف مکالمه کردن با یک دوست دیگری روی تلفن بکنی، با تلفن بکنی؟ یعنی با یه نفر بیرون رفتی اما به اون اصلا توجهی نمی‌کنی و پشت گوشی داری با یه نفر دیگه صحبت می‌کنی. سوال بعدی. Do you spend a lot of time on your social network and hardly ever see your friends? میگه یه زمان خیلی زیادی روی در واقع نتورک اجتماعی میذاری و به سختی دوستات رو میبینی؟ که باز مشخصه دیگه اگر ما جوابمون یس باشه به یک همچین سوالی، خود همین یه دونه سواله میتونه دلیل محکم و قانع کننده‌ای بر این باشه که شما تکنولوژی ادکت هستید. Do you answer calls or texts in a movie theater? میگه آیا شما تماس میگیرید یا پیام میدید توی یک در واقع سینما وقتی که میرید؟ How much time do you spend online every day? میگه چه مدت زمانی از روز شما آنلاین هستید؟ Is it more than 6 hours? آیا اون بیشتر از 6 ساعته؟ این از سوالاتی که اینجاها داشتیم که طبیعتا اگر که شما جوابتون یس باشه به همه اینها یعنی تکنولوژی ادیکت هستید. بریم سراغ خط بعدی. میگه که technology is very useful. تکنولوژی خیلی مفیده. But if you spend all your time on your computer اما اگر شما تمام زمانتون رو روی کامپیوتر بذارید and your cell phone و روی گوشیتون that's not good for you. براتون خوب نیست. Or for your family or friends. و همچنین برای خانواده‌تون و دوستاتون هم خوب نیست. چرا؟ چون قرار شما رو دیگه نبینن. Maybe you need to go on a technology diet. شاید شما نیاز دارید که یک رژیم تکنولوژی داشته باشید. خب بچه اینجا یه ترکیب خیلی قشنگ داریم. Go on. ما از go on diet برای زمانی استفاده میکنیم که رژیم میگیریم یا رژیم گرفتیم یا روی یک رژیم خاصی هستیم. خب مثلا یکی از رژیم‌های رایج الان در واقع ایران رژیم فستینگه، به این صورت که اکثر تایم روز به خوردن فقط مایعات صرف میشه، غالباً آب و یا قهوه و چای و یک نهایتاً 2 وعده خورده میشه در 24 ساعت. یک رژیم فستینگیه که حالا من به طور کلی بهش اشاره کردم. حالا وقتی میگیم که من رژیم فستینگ دارم، خب میگی I go on a fasting diet. این بچه بیشتر ترجمهش اینجوری میشه که مثلا بگیم I want to go on a fasting diet. یعنی من میخوام که رژیم فستینگ بگیرم. want در معنی خواستن. حالا اگر اینجوری بگم I'm on a fasting diet یعنی من رژیم فستینگ دارم الان. خب پس برای رژیم گرفتن از ترکیب go on استفاده میکنیم. go on a diet. قبل از دایت هم میتونید اسم اون نوع رژیمه رو هم بنویسید. بریم سراغ قسمت بعدی. What does that mean؟ معنیش چی میشه؟ خب enjoy breakfast with your family. میگه صبحونت رو با خانوادت لذت ببر، استفاده کن. Use your social network site but meet your friends too. میگه آقا از فضای در واقع سوشال نتورک استفاده بکن اما دوستات رو هم ملاقات کن. And do something fun together. و با هم دیگه یه کار باحال انجام بدید. Talk to the friend you are with now. میگه با دوستی که الان باش هستی صحبت کن. So give it a try. پس یه تلاش بکن. Turn off your phone. گوشیتو خاموش کن. Just for a minute. فقط برای یه دقیقه. Like right now. مثلا برای همین الان. که البته الان شما گوشیتون رو خاموش نکنید. کار نیمه تموم میمونه بچه‌ها. ویدیو رو تا انتها ببینید. نکاتتون رو بنویسید. کتابتون رو تکمیل نویسی بکنید و بعد هم که برید سراغ تسکه هایی که باید انجام بدید. میدونید یکی از تسکه های هر جلسه نوشتن کتاب کار. کتاب کار متناسب با لسن دی از یونیت 5 رو تکمیل بکنید کاملا و بعد از اون هم که
در واقع فضای آزمون و کویزتون رو دارید که بعد اون رو بدید، اونم از کارهایی که باید انجام بدید. بعدش میتونید این رژیم در واقع تکنولوژی رو شما ترای بکنید، تستش بکنید که ببینید آیا ازش خوشتون میاد یا خیر، یا آیا اصلا حال هواتون رو عوض میکنه. میدونید دیگه کسایی که معمولا اعتیاد به تکنولوژی دارن حس و حال متفاوتی رو دارن نسبت به آدمایی که آدمای اکتیو و فعالی هستن، از نظر فیزیکی و جسمی فعالیت روزانه خوبی دارن و اینکه تحرک خوبی دارن و اینکه تایمشون فقط مخصوصه و در واقع صرف تکنولوژی نمیشه، صرف فضاهای مجازی نمیشه، دارن کارهای خودشون رو انجام میدن و به این واسطه دوپامینی که توی بدن ترشح میشه حس رضایت بیشتری رو از خودشون تجربه میکنن. اما کسایی که اعتیاد به تکنولوژی دارن، چون که دوپامین فیکیه و معمولا زود هم اثرش از بین میره، احساس رضایت از خودشون ندارن. پس اگر این تکنولوژی دایت امتحان بشه توسط اینجور افراد، یعنی یه رژیم تکنولوژی بگیرن، مثلا 1 دقیقه تلفنشون رو کنار بذارن و با یکی از رفیقاشون پشت تلفن صحبت بکنن یا حضوری ببیننش، این باعث میشه که در واقع حس و حال متفاوت‌تری رو تجربه بکنن که بهتره پشت تلفن هم نباشه دیگه، تلفن رو خاموش کرد، حضوری بری ببینی دوستتو یا دوستات رو و با هم یه کار فان انجام بدید. Do something fun together. Alright, let's continue with the task below this reading text. According to the article, what is good advice for a technology addict? میگه بر طبق مقاله که با هم دیگه خوندیم، پند و نصیحت خوب برای در واقع کسی که اعتیاد به تکنولوژی داره چیه؟ What is a bad advice؟ پیشنهاد بد چیه؟ Check the boxes. تیک بزنید باکس ها رو. خب بریم با هم دیگه چک بکنیم. مورد اول گفته send a lot of text messages when you're at the movies. یه وقتی سینما هستی یه خیلی پیام بفرست. خب این bad advice دیگه، کسی که تکنولوژی ادیکت داره اصلا نباید این کار انجام بده. مورد دوم meet face to face with family and friends. میگه فیس تو فیس خانواده و دوستات رو ملاقات کن. این پند و نصیحت خوبیه. ادوایس بچه‌ها معنی پند و اندرز و نصیحت میده. خب بریم سراغ مورد سوم. turn off your cell phone sometimes. بعضی اوقات تلفن همراهتون رو خاموش بکنید. پیشنهاد خوبیه. check your email right after you get up in the morning. میگه چک کن ایمیلت رو درست بعد از اینکه بلند شدی از تخت خوابت توی صبح. مشخصه یک بد ادوایسه، پیشنهاد یا درس بدیه برای کسی که اعتیاد به تکنولوژی داره. مورد پنجم spend more time with friends and less time on social networks. صرف کن زمان بیشتری رو با دوستانت و زمان کمتری رو روی فضای سوشال نتورک، که این یک پیشنهاد خوبه. گود ادوایسه. من بچه ادوایس رو بعضی موقع اینجاها پیشنهاد ترجمه میکنم، چون اینجا پیشنهاد به ادوایس بیشتر میخوره تا پند و اندرز و نصیحت. همونجور که گفتم ادوایس معنی پند و اندرز و نصیحت میده. خب مورد ششم eat meals with your family and talk. میگه وعده های غذاییت رو با خانوادت بخور و صحبت کن اون موقع، که خب این هم یک گود ادوایس محسوب میشه. بسیار همالی. میریم یک بخشی رو میبینیم، مختصر سریع برمیگردیم و با صفحه دوم از لسن دی ادامه میدیم. Alright, let's continue with part 2, listening and speaking. بخش دوم، مهارت شنیداری و گفتاری. خب عنوانش هست using phones. استفاده کردن از تلفن ها. Task A. What do people use their phones for? بچه ببینید what for معنی همون بچه وای رو میده. پس ببینید what for معنی وای میده. یعنی اینجا داره میگه why do people use their phones؟ چرا مردم از گوشیاشون استفاده میکنن؟ خب یا خود این سواله برای چی مردم استفاده میکنن از گوشیاشون؟ خب اینجا نوشته they go on the internet.
باش به اینترنت میرن. They send text messages. پیام متنی میفرستن. بچه تکست رو توی صفحه قبل هم داشتیم. من بهش اشاره نکردم. تکست خب معنی متن میده و اگر به عنوان فعل جمله به کار بره به معنی پیام دادنه. یه بار دیگه. تکست معنی متن میده و اگر به عنوان فعل داخل جمله به کار بره معنی پیام دادن میده. مثلا من بگم I text you یعنی من به تو پیام میدم. خب اما اگر بگم I send a text message to you یعنی من میفرستم یک پیام متنی رو به تو. پس اینجاها تکست معنی متن میده اما این بالای معنی در واقع پیام دادن میده. نقش فعلی اینجا هم که نقش اسمیش هستش. بسیار خوب بریم سراغ ادامه تسک ایمون. How many different ideas can you think of؟ چه ایده های متفاوت و مختلفی رو میتونی بهشون فکر بکنی برای اینکه مردم چه کاری رو از گوشیشون استفاده میکنن، برای چه کاری یا چه کارهایی رو با گوشیشون انجام میدن. بریم سراغ تسک بی. Listen گوش بده. How do Megan and Ryan use their phones؟ میگان و راین چه جوری از گوشیشون استفاده میکنن، با گوشیشون چی کارا میکنن. Check the boxes. اون باکس ها رو تیک بزنید، اون کارهایی رو که انجام میدن. خب مگان she checks her emails, she pays bills, she goes on her social networking site, she listens to music. مگان این کارها رو انجام میده و رایان he plays games, he texts people, he calls his girlfriend, he takes photos. بریم و با هم دیگه فایل شنیداری این قسمت رو بشنویم و سعی بکنیم که بر اساس چیزی که میشنویم باکس ها رو تیک بزنیم. So, let's try to listen to the audio file in 3, 2, 1. Page 51. Lesson D. Technology Addicts. 2. Listening and speaking. Using phones. B. Listen. How do Megan and Ryan use their phones? Megan. So, how do you like your new cell phone? Oh, I love it. I use it all the time. Really? Yeah, it's a smartphone, so I use it for email. I think I check my email every 5 minutes. What about texting? Do you text a lot? Well, yeah. I mean, I never make phone calls. I just text people. And I go on my social network a lot, probably once or twice every hour. What about music? Do you use it to listen to music? No, I don't. I mean, I'm just too busy. Ryan. You have a cell phone, right? Yes, I do. So what do you do with it? Your cell phone. Well, I send a lot of text messages and, Do you ever go on a social networking site? well, not with my phone. I mean, it's not a smartphone. I use my laptop for that. What about phone calls? Do you make a lot of phone calls? Well, I call my girlfriend a lot. I talk to her 3 or 4 times a day. Really? So how often do you see her? Well, she lives about 200 miles away, so only once a month. Huh. Just once a month. Yeah, but we talk on the phone all the time. And if I see something interesting, I take a photo of it with my phone and I send it to her. It's great. All right. خب
یک بار فایل صوتی 2.12 رو با هم دیگه شنیدیم، مکالمه اینترویور و یعنی در واقع مکالمه اینترویور با میگن و راین. هر کدومشون کاربردها و کارهایی رو که با گوشیشون انجام میدادن رو بهش اشاره کردن، اما ما قراره یک بار دیگه به فایل صوتی گوش بدیم، اما این سری قراره جمله به جمله بررسی بکنیم و با همدیگه جوابها رو مشخص بکنیم. امیدوارم توی تکرار اول شما تونسته باشید اون باکسه های درست رو تیک زده باشین و به درستی مکالمه رو متوجه شده باشین. اما الان با همدیگه بررسی میکنیم و جلو میبریم کارمون رو. So, let's start in 3, 2, 1. Page 51. Lesson D. Technology Addicts. 2. Listening and speaking. Using phones. B. Listen. How do Megan and Ryan use their phones? Megan. So, how do you like your new cell phone? خب اینترویور داره میگه So, how do you like your cell phone? یعنی موبایل تو چجوری دوست داری؟ ببین بچه ها، پرسش How do you like your new cell phone یا هر چیزی شبیه این که با How do you like شروع بشه، بچه پرسشیه که معمولا توی زبان فارسی معادلش خیلی استفاده نمیشه، مگه اینکه اینجوری ترجمهش بکنیم که بگیم چجوری از گوشید استفاده میکنی یا چجوری اون کار رو انجام میدی، استفاده میکنی، ازش لذت میبری، یا چیزایی از این قبیل. پس how do you like your new cell phone یعنی ترجمه دقیق ترش اینجوری میشه که شما چجوری از گوشید استفاده میکنی یا چجوری گوشید رو ازش استفاده میکنی، ازش کار میگیری. خب ببینیم مگان چی میگه. Oh, I love it. I use it all the time. Oh, I love it. I use it all the time. من عاشقشم، همیشه استفاده میکنم. Really? Yeah, you know, it's a smartphone, so I use it for email. میگه you know, it's a smartphone. A smartphone یعنی گوشی هوشمند. smart اینجا معنی هوشمند میده. بسیار خوب. I think I check my email every 5 minutes. I think I check my email in 5 minutes. Every 5 minutes. یعنی هر 5 دقیقه یک بار من ایمیلم رو چک میکنم. پس she checks her email باید تیک بخوره. What about texting? Do you text a lot? What about texting? Do you text a lot? میگه در مورد تکست دادن چجور؟ پیام دادن چجور؟ آیا تو خیلی زیاد پیام میدی؟ Well, yeah. I mean, I never make phone calls. Well, yeah. I mean, I never use phone calls. میگه که من معمولا تماس تلفنی برقرار نمی کنم. منظورش اینه که خب من بیشتر تکست میدم. آدم پیام دهنده ایم، بیشتر با پیام حال میکنم تا تماس تلفنی. I just text people. I just text people. من مردم پیام میدم. And I go on my social network a lot. And I go on my social network a lot. و من به در واقع فضای مجازی میرم بسیار زیاد. خب پس این رو هم باید تیک بزنیم. Probably once or twice every hour. Probably once or twice every hour. یعنی هر ساعت 1 یا 2 بار فضای مجازی چک میکنه. What about music? What about music? در مورد موزیک چطور؟ Do you use it to listen to music? Do you use it to listen to music? آیا تو از گوشید استفاده میکنی برای گوش دادن به موزیک؟ No, I No, I don't. don't. یعنی نه من استفاده نمی کنم. I mean, I'm just too busy. I mean, I'm just too busy. منظورم اینه که من خیلی شلوغم. سرم شلوغه برای اینکه بخوام به موزیک گوش بدم مثلا. شاید این رو میخواد بگه. Ryan. قبل از اینکه با راین ادامه بدیم، مواردی که اینجا اضافه موند، یکیش she pays bills که یعنی اون
پرداخت میکنه قبوزش رو. ببینید بچه‌ها، بیل در معنی قبضه، خب، یا صورت حساب. بیل معنی قبض یا صورت حساب. نه، این بیل با بیل ما فرق داره ها. پی هم در معنی پرداخت کردنه. پس اون پرداخت میکنه قبضه ها رو، که خب اصلا صحبتی در مورد پرداخت قبض با گوشی نشد، پس احتمالاً مگان این کار رو با گوشی انجام نمیده. She listens to music. او به موزیک گوش میده، که خب گفت نه دیگه، گفت من سرم شلوغه. I'm just too busy که بخوام به موزیک listen بکنم. موارد باقی مونده از باکس های مگان رو هم بررسی کردیم و الان ادامه بدیم با راین. You have a cell phone, right? You have a cell phone, right? تو یک تلفن همراه داری، درسته؟ Yes, I do. Yes, I do. So what do you do with What it? do you do with it? باهاش چیکار میکنی؟ Your cell phone. با گوشیت؟ Well, I send a lot of text I messages. send a lot of text messages. پیام‌های متنی زیادی میفرستم. And, Do you ever go on a social networking site? سوشال نتورک چطور؟ well, not with my Well, phone. not with my phone. نه با گوشیم. I mean, it's not a smartphone. I mean it's not a smartphone. یک تلفن هوشمند نیست اینی که من استفاده میکنم، پس سوشال نتورک استفاده نمیکنم. خب پس این he takes people رو ما اینجا باید تیک بزنیم. play game هم که تا الان صحبتی ازش نشد. I use my laptop for I that. use my laptop for that. یعنی برای سوشال نتورک از لپتاپش استفاده میکنه. What about phone calls? What about phone calls? در مورد تماس تلفنی چطور؟ Do you Do you make a lot of phone Do calls? you make a lot of phone calls? تماس تلفنی زیاد برقرار میکنی؟ Well, I call my girlfriend a lot. I talk to her 3 or 4 times a day. آها، من با دوستم زیاد تلفنی صحبت میکنم، باهاش تماس میگیرم 2 یا 3 بار در روز. چقدر حرفه. عمل هم مهمه دیگه. این حرف زدن ها به چه نتیجه‌ای میخواد برسه مهمه. خب که ما اینجاها این باکس رو هم تیک میزنیم. بریم سراغ مورد بعدی. Really? So how often do you see her? Really? How often do you see her? هر چند وقت یک بار میبینیش دوستت رو. Well, she lives about 200 miles away. Well, she lives about یه مقداری miles away. ببینید داره میگه اون از من دوره و احتمالاً جمله بعدیش اینه دیگه، شنیدیم توی در واقع تکرار اول که به خاطر دور بودنش میتونم ببینمش خیلی از وقتا و این دیدنها رو محدود میکنه. بشنویم. So only once a month. Once a month. ماه یه بار. Huh. Just once a month. Yeah, but we talk on the phone all the time. But we talk on the phone all the time. ولی ما همیشه با تلفن صحبت میکنیم. خسته نباشید. And if I see something interesting, I take a photo of it with my phone and I send it to her. و اگر من چیز جالبی ببینم عکس میگیرم ازش و براش میفرستم. It's great. It's great. اون عالیه. خب پس he takes photos رو هم ما باید تیک بزنیم، چرا که با گوشیش این کار رو هم انجام میده. بسیار عمالی. بریم سراغ قسمت بعدی. دسک C گفته discuss the questions. سوالات رو بررسی بکنید. Do you and your partner use phones for the same thing? میگه آیا شما و پارتنرتون که میتونه دوستتون هم کلاسیتون باشه از گوشی زیاد استفاده میکنید یا در واقع توی کارهای مشترکی استفاده میکنید؟ مثلا اولی گفته what kind of phone do you have؟ چه نوع گوشی دارید؟ اسمارت فونه یا فون معمولیه؟ مورد دوم what do you use your phone for؟ برای چی استفاده میکنی گوشیت رو؟ کارهاش رو بگید، بیان بکنید و با پارتنرتون چک بکنید ببینید آیا به طور مشترک از گوشی استفاده میکنید برای کارهای مشترکی. بچه مشترک یعنی اینجا منظورم این نیست که با همون کار انجام بشه ها. مشترک در معنای یکسان و مشابه بودن اون کار است. مثلا من از گوشیم استفاده میکنم برای لسن کردن به میوزیک، خب، و
مثلا همکلاسیم هم همین کار رو انجام میده، اونم با گوشیش موزیک گوش میده. پس در جواب این مورد دوم که من لیسن به میوزیک رو گفتم، با همکلاسیم مشابه هستم. بریم سراغ مورد بعدی. Do you send a lot of text messages؟ آیا پیام متنی زیاد میفرستی؟ Who do you usually text؟ به کی معمولا زیاد پیام میدی؟ Who do you usually call؟ به کی معمولا تماس میگیری؟ با کی تماس میگیری؟ Do you use your phone everywhere؟ هر جایی از گوشیت استفاده میکنی؟ Where don't you use your phone؟ کجاها استفاده نمی کنی گوشیت رو؟ که خب این سوال آخریه رو معمولا کسایی که به تلفن همراه و تکنولوژی ادیکشن دارن که اصلا کلا این سواله براشون جواب نداره، چون همیشه دارن استفاده میکنن. خب بریم سراغ قسمت بعدی. Part 3 Writing. Part 3 Writing Technology and You. Task A. How do you use your computer or your phone? Make a list of different ways. میگه از کامپیوتر یا گوشیتون چجوری استفاده میکنید؟ کاری که با کامپیوتر یا گوشیتون انجام میدید رو بنویسید. مثلا اینجا my computer رو اشاره کرده. I check my social network 5 or 6 times a day. 5-6 بار در روز من سوشال نتورک چک میکنم. I don't send a lot of emails. من ایمیل های زیادی ارسال نمی کنم. حالا این برای my computer، شما میتونید برای my phone هم بنویسید که I listen to music once a day. یا مثلا میتونید بگید every day. I text my friends a lot. من به در واقع دوستام پیام زیادی میدم. خب این میشه my computer و my phone، کاری که با این دوتا انجام میدید. این رو بچه روی تیکه برگه همین الان بنویسید، یعنی ویدیو رو پاز بکنید، بر اساس 2 جمله‌ای که من برای مای فون گفتم و 2 جمله‌ای که برای مای کامپیوتر روی کتابتون دارید ملاحظه میکنید، شما هم حداقل برای هر کدوم، برای کامپیوتر و فون 3 جمله بنویسید. اگر هم که کامپیوتر ندارید، کامپیوتر یا لپتاپ ندارید و از اون استفاده نمی‌کنید، فقط برای فون بنویسید. اما به جای 3 مورد 4 مورد بنویسید. 4 تا از کارهایی که با گوشی تلفن همراهتون انجام میدید رو به زبان انگلیسی روی تیکه برگه و در واقع برای من اون رو ارسال بکنید. بریم سراغ تاسک B. Read the email and the help note. Underline the words and buts. خب میگه ایمیل رو بخون و هلپ نوت رو بخون، بعد زیر واژه‌های and و بات خط بکش. یعنی ما هر جا and دیدیم باید زیرش خط بکشیم، هر جا بات دیدیم هم زیرش باید خط بکشیم. درسته؟ مثلا من اینجاها یه دونه and میبینم، زیرش خط کشیدم. اینجا یه دونه and میبینم، اینجا یه دونه بات میبینم. اما قبل از اینکه ادامه بدیم بریم سراغ هلپ نوت. گفته linking ideas with and but. بچه‌ها اتصال ایده ها با استفاده از و خود بات که معنی ولی یا اما میده. ببینید ما میخوایم ایده ها یا 2 تا چیز مختلف رو به همدیگه وصل بکنیم، از اند استفاده میکنیم. حالا میخوایم بگیم که آقا این 2 تا چیز مختلف با همدیگه یه نمه تضاد دارن، این ور منفی داریم اون ور مثبت داریم، اون وسط بات میاریم. پس اند و بات اینها میشن بچه ها در واقع چیزهایی که 2 قسمت یا 2 جمله رو به هم دیگه به نحوی خاص به هم مربوط میکنن. بریم سراغ نمونه ها. I have a smartphone and a desktop. من یک تلفن همراه، یک گوشی هوشمند و یک دسکتاپ دارم. اینجا دسکتاپ منظورش همون مثلا لپتاپ یا کامپیوتر شخصیه. مورد بعدی. I want a new computer and I need some advice. من یک کامپیوتر جدید میخوام و یه سری نصیحت جدید هم میخوام. I have a smartphone and a desktop. من هم گوشی هوشمند دارم و هم دسکتاپ دارم. But I need something for class. اما من نیاز دارم یه چیزی برای کلاسم. پس ببینید توی مورد سوم گفت که با وجود این که اینا رو دارم اما یه چیزی هم برای کلاسم میخوام. سر کلاس مثلا یه تبلتی میخوام که با خودم ببرم. دسکتاپ رو که نمیتونم با خودم سر کلاس ببرم، ولی تبلت رو میتونم ببرم. اسمارت فون هم که مثلا سر کلاس خیلی کارایی نداره شاید. پس ما از اند و بات استفاده میکنیم برای اتصال در واقع
دو مورد به هم دیگه به نحوی خاص. and برای اضافه کردن اطلاعات استفاده میشه. but برای زمانی که میخوایم تضاد رو نشون بدیم. میدونیم که بچه‌ها and و but جمله مرکب میسازه. این که جمله مرکب چیه بعدها بهش میپردازیم. خب حالا بریم and و but رو توی این متن پیدا بکنیم و برای این جلسه کافی مطالب. خب and but اینجاها و به همین ترتیب. Hi there سلام I want a new computer من یک کامپیوتر جدید میخوام and I need some advice و من به در واقع پیشنهاد نیاز دارم. I have a smartphone من یک گوشی هوشمند دارم و دسکتاپ دارم اما یه چیزی برای کلاسم میخوام. I like the new tablets من تبلت های جدید رو میشناسم. من اینجا بود گفتم مثلا تبلت برای کلاس به درد میخوره. اینجا هم خودش داره به تبلت اشاره میکنه. But they are expensive اما اونا گرونن. How do you like your tablet؟ تبلت ها رو مثلا چجوری دوست داری؟ مثلا چجوری هن؟ اوکی هن؟ What do you use it for؟ برای چی ازش استفاده میکنی؟ یا چجوری ازش استفاده میکنی؟ Thanks. و این پایینم که اسمش رو نوشته. اون بالام که در واقع آدرس ایمیل گیرنده رو نوشته. این هم از متنی بود که ما اینجاها داشتیم. شما بچه ها 2 جمله به زبان انگلیسی برای من بنویسید مثل اینجاها که یه نمونه داریم و اینجا هم یه دونه دیگه داریم. روی تیکه برگه همون برگه‌ای که قسمت قبلی رو داشتین روش جواب میدادید خب بنویسید برای من که دارید از and و but استفاده میکنید و برای من ارسال بکنید. این هم از این جلسه تا اینجای کار. امیدوارم که تمامی مطالب به بهترین شکل ممکن وارد ذهن شما شده باشن. یادتون نره بچه‌ها که تمرین و ممارست کلید در واقع موفقیت توی بحث مهارت‌ها است مثل زبان. چون بچه زبان مثل بقیه درس‌ها صرفاً یک چیزی برای خوندن نیست. یک مهارته که مهارت‌ها بچه‌ها علاوه بر خوندن و کسب دانش و علم نیاز به تجربه هم داره. یعنی شما تا حرف نزنید سعی نکنید یه سری از کلمات رو کنار هم دیگه بچینید اسپیکینگتون قوی نمیشه. تا زمانی که من یک فایل صوتی رو براتون پلی نکنم شما اون فایل رو نشنوید گوشتون عادت نمیکنه لیسنینگتون قوی نمیشه. تا زمانی که دست به قلم نشید و یک چیزی رو ننویسید طبیعتا رایتینگتون که توی این بخش داریم بهش میپردازیم و البته پرداختمون تمام شد رایتینگتون مهارت نوشتاریتون قوی نمیشه. پس لازمه که تمرین داشته باشید و اما ممارست که از اون تمرینه به مراتب مهمتره اینه که شما استمرار داشته باشید. زبان رو هر لحظه هر جایی متوقف بکنید همون نقطه میشه نقطه پایان هر آنچه که تا اون لحظه یاد گرفتید و قرار کامل فراموشتون بشه و بعدها که بخواید شروع بکنید باید یه جورایی از صفر رو شروع بکنید. پس استمرار داشته باشید. برای هر شخص متفاوته چه جوری زبان رو یاد بگیره و چقدر زبان ببره. پس ادامه بدید تا جایی که ببینید دارید یک نتایجی رو کسب میکنید که مطمئنم به زودی اتفاق خواهد افتاد. خیلی دوستتون دارم. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. Thanks for having me and bye bye.